سلام. قصدم در این پست و این ویدیو برای شما یه رمزی رو فاش کنم که در واقع رمز شکست. یعنی اگر شما از این رمز دوری کنید هرگز به شکست نخواهید رسید و این رمز باعث میشه شما در زندگی عادتهایی داشته باشید که رو به سوی موفقیت برید و به همه خواسته هاتون برسید. رمز شکست. سایت inapply.com موضوعی رو براتون گذاشتم در تاریخ 8/94 به اسم رمز شکست. کافیه روش کلیک کنید و این مطلب رو با جان و دل و چندین بار بنشینید و بخونید و پیش خودتون تکرار کنید که چرا ما نباید از رمز شکست دوری کنیم و همیشه این رو مد نظرتون داشته باشید که برای رسیدن به زندگی سالم، برای رسیدن به موفقیت، برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت باید زندگیتون رو تغییر بدید. یعنی یک تغییر شگرف در زندگی باید انجام بدید. عادت‌هاتون رو باید کنار بدید. یعنی جوری که قبلا زندگی می‌کردید نباید زندگی کنید. اگه ورزش نمی‌کردید از این به بعد ورزش کنید. تغذیه‌تون رو عوض کنید. و برای اینکه بدونین چی بخورین و یا چه ورزشی رو انجام بدین، نرم افزاری رو به شما هدیه میدم به عنوان صدباب شفا و اسرار چهارگانه سلامتی و ازتون خواهش میکنم این نرم افزار رو هم برای خودتون تهیه کنین، هم و به دوستان و عزیزانتون هدیه بدین و مطمئن باشید که عامل سلامتی و ایجاد اعتماد به نفس و پشت کار برای شما خواهد